سلام دوستان، سلام دوستان، من دانیالم و اینجا دد ریویوه. من بخش روان دوم، بخش منطق هستم. به این ویدیو خوش اومدید. بخش سوم حرفی نداری؟ من بخش سوم روان، بخش حکم هستم. در این ویدیو قرار نقد انیمیشن مامورعلی، انیمیشن مالزیایی که بهش آنچنان پرداخته نشده رو در کنار بخش دوم و یا همون یکسانگر هستیم. در این ویدیو هستیم کنار هم. سلام دوستان، من دانیالم و اینجا دد ریویوه. خوش اومدیم به این ویدیو. اینجا قرار نقد انیمیشن مامورعلی رو بگیم. انیمیشن مامورعلی انیمیشن مالزیایی هستش که با قاعده ها و چیزهای جالبی در همراه، مثل شکست، برد یا باخت های عجیبی، که یعنی اگر میخواستی تو قوی تر بشی مجبوری چیزی رو از دست بدی داخلش. و مثل مامورعلی که در سینمایی اول مادرش رو از دست داد. این قاعده که تو میتونی، این منطق یا قاعده‌ای که وجود داره و تو میتونی کسی رو از دست بدی و اینطوری نیست که من هستم و به تو کمک میکنم، توش نبود. بلکه اینطوری بود که تو باید چیزی رو از دست میدادی، مثل اینکه دوباره برای بار دوم مادرش رو از دست داد و به این شکل قوی تر شد و حالت صبح دارم اسمش رو میگم و الان یادم نیست، حالت کامل یا برتر کنترل کنه. این قاعده یا حکمی که وجود نیست، همینه که فرقش رو ایجاد میکنه. حکم من اینجا اینه که بتونم به شکل‌های مختلف توضیحاتی داده بشه. اگرچه مشکلاتی در کیفیت یا شکل دهی شخصیت ها وجود داشت، ولی در کیفیتش هم در طول زمان بهتر شد. آرکای داستانی بهتری اومد، شکل دهی انیمیشن یا حتی مثل طبق داستان ها، قهرمان داستان باید کله خر باشه و بره همه رو مثل سگ بزنه. کله خر بودنش باعث قاعده یا حکم این میشه که بتونه به شکل‌های مختلفی تکنیکال بهتر بشه. یعنی اگر اون کله خری یا همون شانسی که علی داشت به وجود نمی اومد که اون اسم رمزی رو برای گرفتن آیریس داشت، نمیتونست بگیرتش. پس یعنی شانس یک ملاک اصلی بود توش، اما اون شانس به مهارت تغییر کرد. کجا بودم؟ داشتم چی میگفتم؟ انیمیشن مامورعلی با قاعده های مختلفی است. قاعده های جالبی داره، مثل اینکه مادرش رو از دست داد و نه تنها مادرش و یه چیزی، قاعده اضافه شدن قدرت، مثل آلیشا که مامور زین رو از دست داد و بیش تبدیل شد به یک معلم، اونم معلمی برای علی. پس قاعده قدرتی این شکلی بوده تا به الحال و تو میتونی بگی و بخش داستانی یا شکل پذیری اصلی، علی تا به حال تونسته از اون کله خری خودش اکثرا بکاهه و به تبدیل بشه به یک قهرمان واحدتر. یعنی 4 قاعده‌ای که وجود داره به این شکل میره جلو. طبق حرفایی که الان از بخش حاکمگر شنیدید، این قاعده که قدرت‌هاش
و حتی برای شخصیت‌های دیگه هم صدق میکنه وجود داره. یعنی وقتی شخصیت اصلی به همون شکل قدرتمند شده، شخصیت‌های دیگه هم به همون شکل قدرتمند شدن. ترس، استرس و عشق، سه حالتی که میتونست حالت برتر رو فعال کنه. بار احساسی که ما در آخرای انیمیشن مامورعلی اینو دیدیم. نظر تو چیه؟ نظری نداری؟ حقته بهت فوش بده. تکنیکال اکشلی وقتی به شکل‌های مختلف و تکنیکالی وقتی به بهترین حالت خودت میرسی، این حکم رو داری که به عنوان قوی ترین حالت خودت برسی. من الان کلی قدرت دیگه هم دارم، علی هم قدرت های دیگه ای داره، بس این شکلی که باید اونا رو ارتقا بده. شاید حرفامون آنچنان جالب به نظر نرسه چون که صدا دید مختلفی، دوتامون هم دیگر رو میدونه. بخش سوم چتاست. آره اما من بخش سوم جدا نیستم. قاعدتا نمیخوام لو برم. نظر تو چیه؟ حالا فهمیدید قاعده های قدرتیشون رو فهمیدید، شکل پذیری داستانی رو فهمیدید. وقتی شخصیت اصلی همونطور کله خر بوده و به شکل‌های مختلف اون آرک داستانیش رو به بهترین حالت خودش میرسونه، یعنی از همون اول با فهم این که مأموریت تا امکان داره یه جونی یک نفر رو به خطر بندازه، توی همون اوایل علی اینو فهمید. در اوایل نبود، در اواخر فصل اول. پس علی این که باید همکاری رو بهتر بکنه در فصل دوم فهمیدید. شاید اشتباه کنه و شاید در شکل‌های مختلف تو نتونی اون رو ببینی. دوستان عزیز، ما بازی خوردیم. پس باید طبق اون چیزایی که گفت پیش بریم. بازی خوردن ها و شکل ها مختلف. در فصل دوم ما تغییراتی در علی میبینیم. اینکه باید قوی تر بشه، تنها راهش آیریس نیست، باید با دیگران بهترین روابط رو ایجاد کنه. مهم نیست، باید بتونی دیگران رو هم به سمت خودت بکشی، اما نه به شکلی که به خودت یا دیگران آسیب بزنه. و آره، طبق حرف بخش دوم، وقتی قاعده قدرتی و شکل پذیری این شکل بوده، پس تو میتونی بگی باید با دیگران هم اون تیماپ رو داشته باشی، تیماپ بهتر و شکل پذیرای بهتری داشته باشی. آره راست میگه. وقتی حکم داده میشه، چرا میگم حکم؟ زبان ریاضیه، من چه کنم؟ اما یک اختلاف به نظر وجود داره. همیشه به این شکل نیست که تیم اپ کردن بهترینه. راه آسونی وجود نداره یا راه آسون سخت‌ترین راهه. تو میتونی به شکل‌های مختلف راحت و آسون‌تر و راحت‌تر کنی، اما سختیش همونه. مثل اعتماد جذب کردن اعتماد بقیه و باهاشون اوکی شدن. ما دیدیم که اونی که یکی از بچه‌ها، یعنی زیرو، اسمشو یادم نیست، اون به شکل مختلفی این قاعده رو برد جلو. طبق حرف بخش دوم یا بخش سوم، وقتی اونو اسمش یادم نیست، ببخشید، اگه توی ادیت یادم بیاد میگم، و یک
قاعده اون از علی خوشش نمیاد و علی هم به عنوانی از اون مشکل داره. اما وقتی داستان میره جلو، کارایی که علی میکنه، نجات دادن خودش رو به خطر انداختن و فهمیدن قاعده این که هر دوتاشون به شکل‌های مختلف یک نظرن، اما در دو صورت مختلف. طبق بخش دوم، وقتی همچین قاعده‌ای برای دوست شدن و چیزهای دیگه‌ای داره، انیمیشن و داستانش به هم پیوستگی جالبی رو داره که تو باید با جزئیات و ذهن باز این انیمیشن رو ببینی که بفهمی چه منظورهایی داره. و این قاعده که برای فضلهای بعد یا داستانهای بعدش هم همین هست و حتی خیانت خوردن هم توش همین قاعده رو داشت. از قاعده‌ای در دوستی وارد شدن به آسون ترین شکل ممکن، ولی به آسون ترین شکل ممکن هم شکست خورد. پس قاعده های مختلف و شکل های مختلفی وجود داره. پس شما هم فهمیدید این داستان ها و این نکته ها وقتی به هم پیوستگی دارن، وقتی به شکل های مختلف دارن، هیچ کس هیچ حرفی در موردش نمیزنه. چرا؟ واقعا کیفیتش، به نظر بچگانه بودنش، افراد بزرگتری تا حالا ندیدم و اونایی که اکثرا انیمیشن ها رو نقد میکنن هیچ نظری رو توش ندیدم که بیان حتی اسمی ازش بیارن. برام جالب بود انیمیشنی که این همه قاعده های فوق‌العاده، شکست ها، تروما هایی که داری توش، آسیب ها، وقتی علی اونجا داشت، وقتی پذیرفته شده بود به خاطر آیریس، اینو بهمون نشون میده که همه چیزو باید به خاطر خودت بخوای، نه به خاطر دیگران. تو اگه میخوای بهترین مأمور بشی، باید بهترین خودت باشی و اینو باید برای خودت بخوای، نه به خاطر دیگران. به خاطر خودته که دیگران نجات میدی، به خاطر خودته که اینو اونو نشون میدی. این اتفاقات میفته. ما دیدیم یک اشتباه و یک عکس وقتی توی فضای مجازی گذاشت باعث نابود شدن مأموریت شد. اون ذهن بچگانه شدن بود، میخواست قبول بشه، اما فهمید به چه قیمتی باید این کار رو انجام بده. به خطر افتادن مأموریت دوستان یا عزیزانش. آیا پس این قاعده هم منفصل میشه، داستانهای بزرگی توشه و شکل دهی داستانیش فوق‌العاده زیبا و اینکه تو و این داستان رو برای بچه ها نوشتن. زیباییش همینه. تو باید به شکل‌های مختلف به بچه ها آموزش بدی که این کارها رو درسته، به خاطر دیگران نباید اینا رو انجام بدی و به خاطر خودت باشه. پس یک بار هم به شانس بدید و نگاش کنید. اگر هم میخواید بدونید چطور داستانش رو متوجه بشیم و لور داستانش درست باشه، فصل اول و دوم، سینمایی اول، فصل 3 و سینمایی آخر که امسال منتشر شده. تا ویدیوی بعد، خداحافظ. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. ببخشید دوستان، این ویدیو که متفاوت شاید یک مشکلاتی داشته باشه، چون اولین ویدیویی که قطعاً به این شکل ادیت شده و قطعاً به این شکل در اومده، گلوم درد گرفته و ممنون میشم این ویدیو رو لایک و کامنت و ساب براتون نره. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.